Today's vegetarianism, the noble way of living, will be presented in Persian with subtitles in Arabic, Alaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. سلامی شاد به بینندگان عزیز. به برنامه گیاهخواری شیوه اصیل زندگی خوش آمدید. در 13مین روز اولین ماه تقویم ایرانیان فروردین که آخرین روز جشن نوروز است، مراسمی آیینی به نام 13 به در برگزار می شود. در تقویم‌های رسمی ایران این روز طبیعت نامگذاری شده و از تعطیلات رسمی به شمار می آید. از جنبه تاریخی در تقویم باستانی ایران نخستین 12 روز سال جشن زایش انسانها تمثیلی از 12,000 سال زندگی و نبرد با اهریمن یا نیروی منفی و روز 13 تمثیلی از هزاره 13 و تکامل معنوی بشر و آغاز رهایش از جهان مادی است. به همین دلیل روز 13 که در واقع نمادی از بازگشت انسانها به بهشت است، متعلق به فرشته باران انگاشته می شد. زیرا نزول باران بهاری باعث سرسبزی و تراوت زمین شده و تصویری از بهشت را به وجود می آورد. این اعتقاد در ایران باستان موجب می شد 13مین روز نوروز روز ویژه طلب باران بهاری برای کشتزارهای تازه روییده انگاشته شود. از دیرباز مردم ایران در این روز به دشت و صحرا می رفتند تا با شکست دیو خشکسالی فرشته باران کشتهای نودمیده را سیراب کند. خانواده ها به صورت گروهی نهار را از پیش آماده کرده، آجیل ها و خوردنی های سفره 7 سین را با خود برداشته به دامان صحرا و طبیعت می روند. این غذاها خیلی خوشمزه است. اینو چطوری درست کردید؟ منظورتون میرزا قاسمیه؟ بله. اینو فقط بادمجون و گوجه فرنگی توش استفاده شده که بادمجون معمولا کبابیش میکنن، بعد گوجه فرنگی رو هم سرخش میکنن تقریبا آبش گرفته بشه، بعد بادمجون رو میریزیم توش. البته یه کوچولو هم سیرم میشه استفاده کرد. خیلی خوشمزه است. نوش جانتون. نوش جان. تمام غذا اینجا همه غذای گیاهی استفاده شده و معمولا توی میرزا قاسمی توی ایران تخم مرغ هم میزنن که ما که تخم مرغ اصلا استفاده نمی کنیم که همه اینا گیاهیه. آشو لطفاً بگین چطوری درست میکنن؟ محتویاتش تماما حبوبات و سبزی و رشته آش، رشته مخصوص ایرانیه که درست میکنن. همین حبوبات میپزیم، سبزی هم قاطیش میکنیم و بعد در آخر رشته هم قاطیش میکنیم. هیچی سرخ کردنی تو این داره؟ مقدار پیاز و یه کوچولو سیر و یه مقدار نعنا رو هم تفت میدن آخر سر میریزن روش برای تزیین. بله، البته توی ایران کشک هم استفاده میشه که دیگه ما ویگن هستیم، کشک استفاده نمی‌کنیم. مواد یعنی انیمال پروداکت حیوانی اصلا استفاده نمی‌کنیم. بله. بسیار عالی. نوش جانتون. نوش جان. خوردن هم به شرط ما سبزی خوردن یه سالاد میمونه. معمولاً ایرانیان سر سفرهشون حتما سبزی‌های معطر هستش، مثل ترب و نمک و ریاضچه و ریحون و خرخون و که اینا در اصل مثل سالاد میمونه. ما ایرانی‌ها معمولاً بعد از 12 روز
که نوروز رو جشن میگیریم و دید و بازدید و دیدن اقوام و دوستان و به قول معروف هدیه دادن و هدیه گرفتن، روز 13 نوروز رو معمولا میایم به فضای آزاد با طبیعت باشیم. ایرانیای قدیم معتقد بودن که عدد 13 عدد نحسیه و به این خاطر میرفتن با فضای آزاد که با طبیعت باشن و همه بدیها رو به قول معروف به طبیعت بسپرن. ولی حالا امروزه که ما زیاد به این عقیده نیستیم، معمولا میریم بیرون که با طبیعت یکی بشیم، میریم واقعا با قلبمون روحمون رو با طبیعت یکی بکنیم و شروع سال جدید رو با طبیعت جشن بگیریم اون روز 13 بدر رو. شوخی و بازی کردن، دویدن و تاب خوردن از سرگرمی‌ها و ویژگی‌های 13 بدر است. در فرهنگ اساطیر برای رسم‌های 13 بدر معنی‌های تمثیلی آورده شده. از جمله شادی و خنده در این روز به معنی فرو ریختن اندیشه‌های تیره و پلیدی و نیز روبوسی نماد آشتی و صلح و دوستی است. وقتی ما از غذا دادن به قوها برگردیم، دوباره به جشن 13 بدر میپیوندیم و به رسومات دیگری که به ایران باستان برمیگردند میپردازیم. مجدداً به برنامه گیاهخواری شیوه اصیل زندگی که امروز درباره 13 بدر قدردانی از طبیعت و گردشی در فضای باز است خوش آمدید. یکی از رسومات 13 بدر این است که خانواده‌ها سبزه سفره 7 سین جشن نوروز را به طبیعت میبرند و آن را در آب جاری میاندازند. عقیده بر این است که سبزه و آب هر دو نشانه‌های شادی و خوشبختی هستند. بدین ترتیب ایرانیان می‌خواهند سال جدیدی را با شادی و نعمات فراوان شروع کنند. بعد یکی از مراسممون هم این هستش که سبزه گره میزنیم، به قول معروف آرزو میکنیم و ساقه های این سبزه رو که از چند هفته قبل از نوروز شروع میکنیم به رشد دادن، روز 13 بدر گره میزنیم و آرزو میکنیم و تو آب میندازیم. ایشالله همه آرزوها برآورده بشه. با امید خدا. سبزه گره زدن هم یکی از رسوم 13 بدر است. ریشه تاریخی این سنت مربوط به اولین ازدواج جهان است. چنانچه در اوستا کتاب زرتشت پیامبر نیز ذکر شده، کیومرث اولین پادشاه و نیز نخستین بشر بوده که 2 فرزند به نام مشی و مشیانه داشته که آغازگر نسل بشر بودند. این 2 در روز 13 فروردین با هم ازدواج نمودند و از آنجا که در آن زمان عقد و ازدواج شناخته شده نبود، آن 2 ازدواج خود را به وسیله گره زدن 2 شاخه ثبت نمودند. از این رو این باور معروف است که دختران جوانی که به سن ازدواج رسیده اند باید در این روز سبزه گره بزنند تا در سال نو بخت خوبی برای ازدواج بیابند. این رسم تمثیلی برای پیوند عاشقانه زن و مرد و تسلسل نسل‌ها است. هی بچه‌ها بدین بیاین سبزی رو می‌خوایم گره بزنیم قبل از اینکه بندازیمش تو آب. بچه‌ها سبزی رو می‌خوایم بندازیم تو آب. همه با هم 1 2 بندازیم 3. چله همه آرزوها برآورده بشه. امروزه 13 بدر
این رسم زیبای ایرانی هنوز هم با وجود زندگی شلوغ شهری و دغدغه‌های مردم با شور و شوق فراوان انجام می شود و نمادی است از نیاز انسان به توجه نسبت به طبیعت، برخورداری از آن و سعی در نگهداری آن. از آنجایی که روز 13 نمادی از شروع دوباره زندگی پنداشته می شود، بعد از روز 13 دوباره کار و تلاش در سال جدید آغاز می شود. از همراهی امروز شما در گردشمان در فضای باز برای مراسم 13 به در و شکوه طبیعت شاد گشتیم. لطفاً برای برنامه میان استاد و شاگردان که در ادامه در سوپریم مستر تلویزیون پخش خواهد شد با ما همراه باشید. امید است که نسیم سرخوش فصل بهار برای شما نشاط و خوشبینی به همراه آورد. We enjoyed your company today on our outdoor picnic to commemorate 13 Bedar and the splendors of nature. Please stay with us for Between Master and Disciples coming up shortly on Supreme Master Television. May the fresh breezes of the new spring season bring you much vitality and optimism.